اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. محضر امت اسلامی و همه مسلمانان جهان، خصوصا ملت شریف افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عید سعید فطر را محضر همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض نموده، الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه من و شما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند. برای شما عزیزان و بزرگواران به طور خلاصه و فشرده این را میگویم که ماه مبارک رمضان او صیام شما و قیام شما، روزه داشتن و شب زنده‌داری و همه عباداتی که در رمضان انجام دادید، اینها حفظ می‌خواهد. همان قسمی که در ماه مبارک رمضان به یاد الله و به ذکر الله بودید، همان قسمی که در ماه مبارک رمضان شما متوجه چشم خود، دست خود، زبان خود و اعضای بدن خود بودید، در ماه مبارک رمضان هم باید متوجه این باشید که خدای نخواسته کسی از دست ما و از چشم ما و از زبان ما آزار نبینه. پروردگار عالم این عیدی که امسال برای من و شما لطف کرده و عطا کرده و مرحمت کرده، بسیار جای فرحت و خوشحالی هست. یک فرحت و خوشحالی اینه که بعد از یک ماه عبادت، صیام و قیام و اینها، و خوشحالی دیگر اینه که امسال من و شما با آزادی کامل، با حریت کامل، با استقلال کامل در کشور خود زندگی میکنیم. الله سبحانه و تعالی روزهای عید سر همه امت اسلامی به خوبی و زیبایی سپری بگردانه، خصوصا به سر ملت افغانستان، و الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده تا این که برادروار با اتحاد و با اتفاق و با انسجام و همبستگی در کنار همدیگر زندگی کنیم. الله سبحانه و تعالی کینه ها، بغض ها، عداوت ها از بین جامعه اسلامی، خصوصا از این سرزمین دور بسازه و در بین همه من و شما الله اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی عنایت بفرمایه. یک بار دیگر عید سعید فطر برای همه شما عزیزان و بزرگواران، عزیزانی که در داخل کشور، عزیزانی که در خارج از کشور قرار دارید، برای شما تبریک میگم. به امید قبولی طاعات و عبادات همه من و شما موفق و مؤید و پیروز و کامگار باشید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.